ګران او قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلی زموږ د نن ورځې خپرونې ته. نن موږ یو ډېر ګران مېلمه لرو، ولی جان چې یو ډېر بااستعداده ځوان ده، یو ډېر موفق ځوان ده چې موږ ورباندې ویاړ کوو. او بیا ولی جان ته ښه راغلاست و خپلې خپرونې ته. نه آفرین، نام خدا. خب ولی جان، شما این رو بر ما بگوین که دوستای میل میکنن از خاطر تور به افغانستان تان که بخیر میرین به کشور عزیز ما. چه وقت بخیر؟ دیگه بزرگترین آرزوی ما است که ما یعنی به افغانستان کنسرت داشته باشم و ایست که وطن ما است و تمام تیمم کار میکنه سر چیز که به افغانستان کنسرت داشته باشیم. و چی بگم، هنوز فعلا تا حال موفق نشدیم. کلانترین آرزوی ما است و ما نمیتونیم هنوز یک وقت اعلان بکنیم که کی در افغانستان کنسرت خواهم داشت. به وقت نزدیک بخیره؟ انشالله بله. ولی جان، شما به افغانستان، به ملت غریب افغانستان ما بسیار کمکای میکنین، چون که شما قدر نمیگین به بارش و ما میخوایم که شما به دوستا بگین. دوستا عزیز، وقتی که من میگم ولی جان بسیار یک دل مهربان داره، حالا شما خودتان از زبان خودشان بشنوین. عزیز هستین. خب من یک فاوندیشن باز کردم که از طریق دادگاه آلمان اوفیشل شده که اونا همه چیزها رو پروف میکنن، همه چیزها رو چی میکنن و این یعنی اکانت هایم حالا من میتونم باز کنم که از طریق آلمان کنترل میشه. این چیز که فامیلای هستن در افغانستان که با پول احتیاج دارن، اکانت هایی برایشان باز میشه که اونا مقدار ماهانه برایشان معاشای داده میشه از این کمک هایی که ما برایشان چیز میکنم. و این یک فاوندیشن ما که باز کردم با یک دوستای خیلی خوب ما همکاری کردن. دلیل همی بوده که کم انرژی داشتم که فاوندیشن پیش ببرم. به نام آقای میرویس شرق که بسیار لطف کردن، در شهر اورنج کانتی زندگی میکنن. از یک شیپینگ کمپانی هم دارن، آریانا. فکر کنم تبلیغاتایشون از شما تلویزیون شما پیام افغانم تیر میشه. آریانا شیپینگ کمپانی ورلد وایز بله. و اینا که با همکاری اونا تقریبا یک 3 شفاخانه را ماتریالش ما گرفتیم که اینا پاک کردیم، فیلم برداری شده که در کنتینر کنه تا با افغانستان هم روان میکنن. در کنتینرهایشان شفاخانه ماتریال است، دستگاه قلب است، دستگاه خون است، دیگه بگم تختا است و چپرکتانه و اینا کلی چیزا را که وال به هرات رسیده که یک شفاخانه آباد شده که تمام اون شفاخانه را ما چیز کردیم، یعنی همی اکویپمنتش دادیم. و این دیگه کمکی که از طرف ما هرچی باشه، ما از کنسرت هایم چند پرسنت از کمیشه ما کمک میکنم و این چیزی است که هرچی آدم کمک بکنه پس با آدم پس میرسه. صدقه جاری هم است. بله این صدقه بزرگترین ثواب است که آدم میتونه بکنه. به خاطر در او کشور بعضی هستن که پول پیسه نان خوردن خود، همین پیسه که برای نان بگیرن از یک چیز ندارن. به این خاطر آدم یعنی زندگی دمی زمستان که برن یعنی از خنوکی بعضی ها از بین میرن به خاطر کمپال اینا نیست. آدم هرچی آدم کمک بکنه پس با آدم میه و هیچ وقت فراموش نکنن اون چیزا را. مخصوصا می بیزنسمن ها بعضی ها فکر میکنن که بیزنس هایشان خراب شده برای چی و اینا به خاطر صدقه ندادن. بعد فکر کنن دو کشور افغانا دو چیز لازم دارن و این کوشش بکنن کمک بکنن و این چیزی است که پس با آدم میه، همین برکتش پس با آدم میرسه. عزیز ولی جان، من خودم به نمایندگی از همه افغانا و جوانا از خود تشکری میکنم و من و تابال ما میبینیم که پیشوی خودت استاده است و امروز که یک قدر شما موفق هستین نام خدا، یه همه خوبی های شما پیشروی شما استاده است. عزیز هستین، تشکر. خب ولی جان، دمی لحظات آخر
پیام شما به همه جوانا خرده و بزرگا چی است؟ پیام ایست که دوست دارم که جوانای ما پیشرفت بکنن، درس بخونن، احترام پدر و مادر داشته باشن، فکر کنن ما کلتور داریم، دمو هر کار میکنن دمو چوکات کلتور باشه و جوره باشه که پدر و مادر نرنجانن از خود، یا چیزایی دارن، فکرای مدرن دارن، کوشش بکنن چیزی هست که برای پدر و مادر خود بفهمانن، همراهشون گپ بزنن، کار نکنن که اونا چی میگن روز به روز پیرتر شون، نه از سن که کال مثلا شما یک آلمانی رو ببینین که 70 ساله است، یک خارجی رو، یک آمریکایی رو ببینین 70 ساله است، اینقدر برای خود میرسن، یعنی سن بالای ما بعضی هستن اینقدر رنجیده هستن اینا و کوشش بکنن اونا رو نرنجانن و همین فکر تعلیمات باشن، فکر درس باشن، فکر پیشرفت باشن، هر کار میکنن تا فکر آینده شان باشن، در 15 سال بعد باشن. یعنی پیام هم است. آفرین، بسیار پیام خوبه و گپ خود تا جوانا خوب گوشا میگیرن. من میفهم بایی. خب ولی جان، جهان سپاس از این که شما دعوت ما را پذیرفتین، قدم رنجه کردین به پروگرام ما. عالم تشکر میکنم. زنده باشین. از تلویزیون پیام افغان و از پروگرام شما و شما بسیار زیاد لطف کردیم که یک 2 ساعت 3 ساعت درایو کردین اینجا تشریف آوردیم. تشکر از شما، زحمت دادم و تشکر از تیم شما و امیدوار هستم که به زودی انشالله من همیشه در امریکا آمدم با شما اینترویو خواهم داشت و امیدوار هستم که تمام هموطنانم، تمام طرفدارانم در هر جا باشن خوش و خورم باشن و ما بتونم اونا را با آهنگایم خوش بسازم، با دادنهای کنسرت هایم که به کنسرت هایم میبرن لذت بیارن. تشکر. موفق باشین دوست عزیز، لطفاً همراه ما باشین. تشکر.